روز یکشنبه رهبران آذربایجان، ایران، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان اعلامیه مقام حقوقی بحر کاسپی را امضا کردند. بررسی این سازش 22 سال ادامه داشت. همکاران گرامی، میخواهم همه شما کشورهای ساحل بحر کاسپی را با امضای این سند مهم تبریک کنم. در قدم اول با امضای اعلامیه و سپس با دیگر سازش هایی که در اینجا حاصل شدند. اعلامیه پیش بینی میکند که آبهای بحر مورد استفاده عمومی قرار میگیرد و بیشتر آن بین کشورها تقسیم می شود. هر کشور قلمرو مرزی خود را که نباید بیشتر از 15 میله بحری باشد معین میکند. سیاستمداران همچنین در زمینه قبول قاعده ها به توافق رسیدند که طبق آن ماهیداری، پژوهش‌های علمی و تحویل لوله ها به راه مانده می شود. همچنین کشورها مقدار صید عمومی ماهی را معین کرده به سهمیه های ملی تقسیم میکنند. گرچه ما خط مبدأ را در این کنوانسیون مشخص نکردیم، اما تصریح کردیم برای کشورهایی که دارای ویژگی خاصی سواحل اونها هست و مضرس نیست، اونها باید از ویژگی خاصی برخوردار باشند که مقصود سواحل جمهوری اسلامی ایران است. و جز این در بخش همکاری‌های نظامی هم سازشنامه به امضا می‌رسد. سخن درباره منع ساختمان پایگاه‌های نظامی خارجی در ساحل بحر کاسپی می‌رود. در این برابر به استثنای 5 کشور عضو اعلامیه مناپولی دریانوردی ممنوع است. باید در نظر گرفت که کاسپی در نزدیک مناطق چالش برانگیز و فعالیت‌های تروریستانی بین‌المللی جایگیر است. من شرق نزدیک و افغانستان را در نظر دارم. از این خاطر کشورهای ما در صدد تحکیم همکاری‌های خدمات مخصوص و مرزبانی و اینچنین فعالگردانی هماهنگی سیاست‌های خارجی است. در زمان شوروی مقام بحر کاسپی با موافقه بین اتحاد و ایران تنظیم شده بود. پس از فروپاشی اتحاد شوروی دسترسی به بحر همچنین از جانب قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان قبول شد.